فدریکا موغرینی مسئول سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا از قرار دونالد ترامپ اظهار تأسف کرد و گفت سازش اتمی برای امنیت منطقه، اروپا و جهان فوق‌العاده مهم است. اگر ایران همچنان به تعهدات اتمیش پایبند بماند، اتحادیه اروپا نیز برای اجرای کامل و مؤثر سازش اتمی پایبند میماند. از این پیش در روز 8 می دونالد ترامپ ضمن سخنرانی در شهر واشنگتن سازش اتمی با ایران را یک سند پوسیده نامید و گفت سازش با ایران از هسته‌اش ناقص است. اگر ما کار نکنیم یقین می‌دانیم چه خواهد شد. در مدت کوتاه کشور حامی اصلی ترور در جهان به نزد دروازه خطرناکترین اسلحه دنیا می‌رسد. از این رو من امروز اعلان می‌کنم که امریکا از سازش اتمی با ایران خارج می‌شود. بعد این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت اگر چین و روسیه و فرانسه و آلمان و بریتانیا شرط‌های سازش را اجرا کنند ایران هم در آن میماند. امشب ما شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم. بر همون سخنی که از 40 سال پیش اون را می گفتیم و تکرار می کردیم و آن اینکه ایران کشوری هست که به تعهدات خود پایبند است و آمریکا کشوری هست که هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده است. بر اساس سازش اتمی از سال 2015 هم قدرت‌های جهانی تحریمات اقتصادی بر ضد ایران را سبکتر کردند و تهران در عوض فعالیت‌های اتمی از جمله غنیسازی اورانیوم را محدود کرد.